چطورین گایز؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. همون هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، سابسکرایب و لایک یاد نره. قراره ما هم خز و خیلا رو مسخره کنیم، پس به همراه من باشید. بدون هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ ویدیو. بریم واسه اولین ویدیو. بیا تو دم در بد رو پا دریدا، را بندینا شرمنده خود بر امضا. من دماغمو عمل نکردم ولی خواستگاری که من دارم تو نداری. خواستگار داشتم تاجر فرش بوده، تو عمل کردی پلنگی ولی به اندازه من خواستگار نداری. هرس بخور. قیافه رو خدای قیافه رو نکن. دم کسی که خدای گم این نقاشی ها رو میکنه گم خدایی. شورتش نگه شورت صورتی. دهنتون سرویس به خدا. لیتس گو بعدی. یه نفر من ازم پرسید که آقا تو تا حالا خیانت کردی؟ گفتم که آره کردم. خدا یه سری دیوانه، یه سری احمق، یه سری گاه. شدم با این چقدر راحت میاد. چجوری من یه سری تموم بکنم؟ گاون که حتی اینم نمیفهمن و وقتی یه نفر اینو میفهمه میره به بقیه یاد بده بهش حمله میکنن. چرا؟ چون گاون. آقا خیلی چاکریم. من و داداش هالک عزیز تصمیم گرفتیم که همین امشب آجه قیافه رو گوشه‌مون رو نگاه. ناموزه شورت رو نگاه شورت صدا فقط صدا گذاری رو خدایی دمتون گرم. شکمش نگاه یارو نگاه شکمش 2 برابر کلشه. شما ماجید خدایی نقاشی ها خیلی بالا. تا اینجا اومدی یه سابسکرایب به ما نمیدسته ساب کن چنل رو نشید دمت گرم. بریم ادامه ویدیو. بچه ها کدومه؟ آب یخیه. این صدا گذاریاش فقط دهنتون سرویس. به خدا باید با اینا همین کاری کرد. خدایی قبول داریم باید با اینا همین کاری کرد. فقط اینا رو باید مسخره کرد. فقط مسخره کرد. تموم شد و رفت. بریم بعدی. چشانه دکتر کجاست؟ آقای دکتر جون جدد خوشگلم کن. چورت دکتر چه سودی واسه ما داره؟ میگه چه سودی واسه ما داره؟ چه دکتر لاشی شما زمونشو نگاه. ناموسن. آی دکتر چه حرومزاده ایه. هر کی میاد پیشش یا دستمالیش میکنه یا میگه چه سودی واسه ما داره. اونو نگاه یارو با دامن اومده بود داخل دختره. اینجاست که میگن خاکمون علاوه بر اینکه کسخل خیزه و کسخل‌های زیادی درونش فعالیت میکنن. وقتی میگن ژنت باید قوی باشه جلو آینه یه همچین تیر با استایلی باید داشته باشی. آیم سایل. چرا همش از باسرت فیلم میگیری؟ منم باسرم فیلم نمیگیرم. شما به جای دیگه دقت میکنید. تو دختری یا پسر؟ معلوم نیست. از این واضح‌تر. کجا در میاری؟ از عرق پیشونیم در میارم. از عرق باسر. سختی کشیدم، بلاگیری کردم، من بچگی عرق کردم. این پول عرقمه. خدای دم کسی که یه نقاشی رو میکشه گم. به خدای هنر و استعداد یعنی این. آجی اوقابای ایران هم بچه ها قیو شلوار رو نگاه آجی یه لباس رو در بیاری یه خاطره ازش ناموسا نقاشه شلنگس. پا رو نگاه قیافه ها رو نگاه خدایی قیافه های تخیلی.
تا میتونید بچه مسخره کنید اینا رو. پای من عذاب وجدانش پای من. مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودی. دمت گرم، از تک تکتون دمتون گرم. واسه اینکه از من حمایت کنی باید سابسکرایب کنی رفیق. پس سابسکرایب یادت نره چون قراره ویدیوهای خفن تری رو داشته باشی بدون هیچ حرف اضافه. همین الان برو سابسکرایب کن. اگه از این ویدیو خوشت اومده حتما کامنت بذار. دمت گرم. منتظر ویدیوهای خفن تر باش. عشق من، عاشق همتونم، دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه فعلا.